سلام و درود دوستان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من هفته پیش یه کارگاهی رو شرکت کردم که توش مطالب خیلی جالبی رو عنوان کردن و گفتم اینجا با شما هم به اشتراک بذارم. یه سوالی: چرا وقتی ما میخوایم جلوی یه تعداد زیادی آدم سخنرانی بکنیم، صحبت بکنیم یا کنفرانس بدیم، چه توی محیط کار چه توی محیط درس، دانشگاه، چرا صدامون بریده میشه؟ چرا تپش قلب پیدا میکنیم؟ چرا دستمون میلرزه؟ این چیزیه که برای خیلی اتفاق میفته. یه سری محققا اومدن یه آزمایش رو انجام دادن روی یه گروهی از افراد و به اینا گفتن که شما چشاتون رو ببندید و تصور کنید که میرید یه لیمو ترش رو برمیدارید، با چاقو قاچش میکنید، بو میکنید و طعمش رو در پایان میچشید. این خب خیلی کاملتر از اینی که من گفتم و با تمرکز انجام میشد، ولی نتیجهش خیلی جالب بود. نتیجهش این بود که اکثر اون افرادی که این رو تصور کردن بزاق دهانشون ترشح شد و حتی طعم ترشی لیمو رو هم توی دهانشون احساس کردن. خیلی جالبه، لیمویی وجود نداشته. و این داره نشون میده که چقدر افکار ما و تصورات ما قدرتمنده و میتونه روی بدن ما تأثیر بذاره و اساساً ذهن و بدن ما نمیتونه تفاوت بین واقعیت و تصور رو تشخیص بده. به طور مشابه وقتی که شما تصمیم میگیری که یه ارائه بدی، بری سخنرانی بکنی، مغز شما میاد این جملات رو به شما میگه که من الان استرس دارم، من میدونم خراب میکنم، من میدونم توپق میزنم، بقیه در مورد من چه فکری میکنن. میاد مدام این فکرهای منفی رو بهتون میگه و خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که مثل همون داستان لیمو ترش، این افکار وقتی تایم زیادی توی ذهنتونه بدنتون واکنش نشون میده. بعد به خودتون میاد میبینید که کف دستتون عرق کرده، دستاتون میلرزه، صداتون بریده میشه، تپش قلبتون میره بالا و اصلا توی حالت حادش که یه عده کلن گلوشون میگیره و دیگه نمیتونن صحبت بکنن. هنری فورد یه جمله داره که میگه اگر فکر میکنید که میتوانید و یا اگر فکر میکنید که نمیتوانید، در هر دو صورت درست فکر میکنید. شما اگه صبح زود که از خواب پا میشید این افکار رو توی ذهنتون مرور کنید که ای بابا بازم باید پاشم برم سر کار، از این کار متنفرم، آخر سر یه روز این کار منو میکشه، اصلا حوصله‌شو ندارم. خب وقتی شما اینا رو مدام توی ذهنتون داشته باشید، چه واکنشی بدنتون نشون میده؟ اون روزتون چجوری پیش میره؟ ولی اگه برعکس بیدار شید بگید چه روز قشنگیه، حالم عالیه، امروز من همه چیزو تحت کنترل دارم، امروز یه روز عالیه و من بی‌نظیرش میکنم، مطمئن باشید که اون روزتون خیلی بهتر پیش میره و اتفاقات بهتری براتون میافته. مرسی.